اینجا که میای استرست به صفر میرسه. میدونی چرا؟ به خاطر اینکه در اطرافت سرشار از آرامشه. اینجا اصلا یه روح آرامشی رو در وجود آدم میدمند. میدونی استرس چیه؟ استرس بازتاب یا واکنش بدن و اندام به چالش‌های بیرونی. تو وقتی که بخوای نگاه کنی می‌بینی استرسی وجود نداره، بلکه تو داری نسبت به چالش‌های بیرونی مقاومت نشون میدی. و همین استرس هاست که بدن ما رو داغون میکنه، سلامتی ما رو به خطر میندازه. تنفس عمیق، مدیتیشن و ورزش، اینا ستا میتونه به تو کمک کنه که استرست ازت دور بشه. تنفس عمیق سریعا استرست رو کم میکنه. مدیتیشن کمک میکنه که تو بیشتر تمرکز کنی روی فعالیتات و ورزش کمک میکنه که انرژی منفی از وجودت خارج بشه و خلق و خوی بهتری پیدا کنی. شما چه روش‌هایی رو برای کنترل و کاهش استرس میشناسید؟ حتما تجربیات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. ضمن اینکه از شما خواهش میکنم این پست رو اگر دیدید و خوشتون اومده لایک کنید. برای دیگرانی که فکر میکنیم به دردشون میخوره حتما ارسال کنید و لطف کنید کپشن رو بخونید، چون 2 مورد هم در کپشن قرار دادم.